دکتر یاری زودتر یاری دیه شما همینجا ایستید. هر چیزی که لازم باشه ما میتونیم همینجا انتظار شدید. آرام شدید. بعد از چند دقیقه دکتر با شما معلومات میده. خدایا با اومدن نبا چی شد؟ حل کردی؟ حل کردم. او را کشتم. من چیکار کردم اوچا؟ او از پیش نظرم دور نمی شود. ایستا آرام شو. حالا ماشین در کجاست؟ پنهان نمودی همین طور نه؟ نه چیکار کردم رو ندانستم. روز با همینجا آمدم. حتی چی طور آمدنم رو نفهمیدم. احمق تیز راه گرد. ماشین را خودی حاضر پنهان نمودن لازم کنی. تیز راه گرد. راه گرد. خانم پینار؟ خانم پینار جنابی مله استاد علی را یک ماشین زد و از جای واقعه غیب زد. چی؟ حالا در داخلن ما را راه ندادن. چی می شود با یاری دیه مرا در اینجا انتظار شوید. چرا ما را به داخل راه نمیدید؟ چرا نمیگذارن که من در نزد برادرم باشم؟ چرا؟ باوری دارم که از دستشون نیامدگی کار رو میکنم و با ما البته خبر میدهند. استاد کمال لبای استاد ملیک رو میکوبم ندیدید؟ سحر با استاد علی از جای از مکتب میبرامدم دیگر ندیدم. خوب تشکر برای کار. سلامت باشه. خانم کنار یک طرف سید. یک طرف سید. لطفا را دید. جنابی مله خوب نیست. سخت زرد خورده است. خودی حاضر جرایی میکنیم. اویلش یا نزدیکانش باشن خودی حاضر جیغ زنید. زودتر رایند. فراموش نکنید. آیسته آیسته سراسیمه نشوید. بیمار آزار ندید. در را پوشید. پوشید. الهو بخیر باشد. بابا چی شد دخترم؟ چرا گریه میکنی؟ بابا جان معلم علی رو ماشین زد. چی؟ تو چی ها میگویی دخترم؟ حالا در اتاق جراحی است. دکترها میگویند که حالش بد است. اگر خیلی از پیش دورش باشد چی است؟ چی نوشته ای؟ حقارت میکردگی بر این؟ دفترت کشو میبینی چی مغزو بودنشه. کنده بر این شیشته بعد خسته میروی از درس. البته بلا رو نمیفهمی.
وای با من گپی قبیل اینه گفت ها توی سر شد اینجا بیا شازه مایده مایده بکنم کوندا چی می شود درس ها؟ دوکان رفیقام من با دادم زنگ زدم همشیره گفت که ای دختر یک تو از بوق یک تو از روغ گپ نزن درست گپ زن استاد علی بس دم دوچور شده است چی؟ حالا در بیمارخونه در جراحی است چی؟ شنیدی باید چی میگوید در وقتی در شما در راه رو چکار میکنید و باز تمامی گروه یک باره به بازار تبدیل دادید مکتب را. استاد علی به صدمه افتاده است. حالا در بیمارخونه در جراحی است به نزد وی می رویم. نمی روید. حالا در مکتب هستید و درس دارید. استاد نمیفهمید حالتش خوب نیست. چیکار میکنید؟ چی مگر شما جراحی میکنید؟ هیچ کس به هیچ کجا نمی رود. من میروم نمی روید گفتم. اگر کسی به اجازت من رود جزا میدهم. لازم شود از مکتب پیش میکنم. چیزی که خواهید کردن گیرید من میروم نرگیز زود به اینجا بیا. از صلاحیتتون استفاده نبرید. مراد همه این را او به شما می آموزد ها؟ آخرین نسیان است. نسیان کاری. این حریف همه این نظام را در مکتب ویران کرد. شما سرکش ها برای همه‌اش جواب خواهید گفت. اول او جواب میگوید بعد شما ببینید. کاری به درس درآید. زودتر. ممکن اوچه هم باشد خواهیر شده است مرا باز با پلیس میدهید باز خبر میکشید اکا از اتاق من تو رو آزاد نمودم چرا این کار کنم لیکن مرا قلف کردید کو مرا فریب دادید خیانت کردید کسی از این خانه بیرون نمیشود همه آیله بای آسومن وا میخوریم اکا خاموش خدایا این کودک در کجا باشد؟ به تلفنی دستیش جواب نمیدهد. به تلفن خانه به مکتب زنگ زنم. نه خانم نورای برق در مکتب نیست بررسی؟ همه ورقای حاضر غایب رو تفتیش نمودم ژورنالیست صنف رو هم دیدم امروز به مکتب نآمده است خیر تشکری زیاد. بررسی چیزی رو نمیفهمم مرحمت استاد. به واسطه فکس این را به وزارت معارف ارسال نمود. خوب شده است استاد. استاد چی شد؟ شما جدی میگویید استاد؟ یعنی این رو حتما ارسال نمایم؟ مگر از تو پرسم چیکار کردنم را؟ زود فریست. اینجا نقص. در اینجا کسی ماشین رو نمییابد. اگر یابم زندانی میشوم حیاتم میسوزد
кӯдак бар ин виқ накун. ба ивазаш бурдбориҳоямонро фикр кун. маблағи мегирифтагиамонро андеша намо. али ба ин духтарак часпидааст. ин духтарак бародарашро ки аз мо пинҳон дошт, ки медонад дар сараш чӣ фикрҳо این дорад. قدر آمد و رفت دارد در حقیقت برادر بودنش رو نفهمیدم. акнун ин кор ба анҷом расид. гум шуд. аз ин мушкилӣ ба осонӣ мебароем. بازجان زنگ میزند. الو مرا فریب دادید. تنها عکس میگیرم گفتید. حیاتی مرا سوزاندید. ایستو ایستو آرام شو. با پلیس رفته همش رو خبر میدیم. چیکار پلیس؟ این فکر رو از سر دور کن. ҳоло ба ман нағзака гӯш биде. кам ақл. агар ба полисхона равӣ, аз аввал бар ин кор ҳамроҳ буданатро мекушӣ. چی؟ من از هیچ چیز خبر نداشتم. شما کی بودین این شخص رو میدونستید؟ انا برای همین مرا دعوت کردید. аммо ман ба полис ин тав намегӯям. бар зидди суханони ту сухан мегӯям. баъд мебинӣ чӣ мешавад. شما шарти дигар ин аст ки даматро гирифта мешинӣ. мо ки корҳоро яктарафа кардем, пулатро 3 баробар зиёд мегирем. занг мезанам. اگر با پلیس خبر دید ما نابود میشویم. намеравад. ба ман бовар кун. дар инҷо бисёр банд шудем. қани рафтем. جناب شفیق بسیار در غضب است. وی رو هیچ گاه اینقدر غضبناک ندیده بودم. غضبش تنها برای کودکان نیست، برای استاد علی. درست میگوید. در حقیقت گناهی وی است. وی کودکان را سرکش نمود میگوید. استاد چیکار میکنید؟ وی را پیش میکنم. تنها از مکتب نه، از کسبش هم محروم میشود. نغزو لیکن جوانش را نکشید آخر. این جوانی مکتب است، از وی نیست، از من است. اکنون دیدید؟ خوانندگانی را که از جهت پسیخولوژی و مادی ضعیفند و جماعت‌های پنهانی دعوت می‌کند. آنها را زیر تأثیر خود قرار داده و مقابل مکتب و ساختار دولتی می‌شوراند. با آنها هر گونه عمل‌های ارتجاعی آموخته و عصیان دعوت می‌کند. تروریست تیار می‌کند. استاد انا معلم میلی. بچه آروم شوید. خواهش میکنم. همش رو میفهمانم. خلوی در جراحی است. عضوها از درون ضرر دیدند. دکترها راهی خونرویش رو منع کرده ایستادند. دیگر به ما هیچ چیز معلوم نیست. اما کی میلی؟ بچه آرام آرام. اکام چی خیلند؟ کاری در کاری را انجام داده توانستیم، اما هنوز برای چیزی گفتن بر وقت است. جراحی خیلی وزنی گذشت. برای یگان سخنی که گفتن باید تا به خود آمدنش انتظار شویم. بعد همان وقت میتونم به شما معلومات مفصل دهم. برای حاضر خود همین قدر میگویم که در حالت خطرناک قرار دارد. وضعیتش خوب یا بد شدنش ممکن. به فکر من به هر دو وضعیت خودتان را آماده نمودنتان لازم. آنهایی که او را به این حال آوردن جواب خواهند گفت. جواب میدهند. پینار دختر جان که من شفا میابد استادت، شفا میابد. حالا من لباسایم را عوض نموده میآیم. اوچا اگر او با پلیس خبر دید من میمورم. شما باور دارید که او با پلیس خبر نمیدهد. اوچا شما کردید. به همه شما گناهگارید. دخترم خوش آمدی. همش رو میدونم. دروغ گفته مرا به دام فریب افتاندنی بودید. دخترم چی ها میگویی؟ همه گپایتون رو شنیدم. اگر با اکم یگان چیز شود نجات نیابد، اگر به خود آمده در ماشین تو و یا تو بودنتون رو گوید حیاتتون رو میسوزم. در محبس میشینید.
این دفعه همه چیز تمام شد. راستش رو گوی ترادیت یا نه نقص فکر کن. نمیدونم. مرق پیسرم تو در کجا بودی؟ چرا به زنگ‌های تلفنی جواب ندادی؟ خواطرم کردی. پیسرم تو چی کار کردی؟ مادر مهربان، بابا جان صبر کن دخترم، صبر. سلام. صبح بخیر نجم سلطان. صبح بخیر. از استاد علی خبری هست؟ نه جمیل، تا صبح در حق وی دعا کردم، یگو خبر نیست. حاضر. صبح بخیر جناب مدیر. ای استاد علی، بایشم استاد، اینشم استاد. جایی که باشی با ما هستی استاد علی. انشالله شفا یافته باز به نزدمون می آیی. حالا استاد علی در همین جمعه بود. از همین تیاره کاغذی سر کرده، گپ رو پیچ تاب داده، معنای حیات رو به ما میفهموند. این طور نگویم ری، به این هم دلم غمگین. سلام بچه ها. سلام استاد. جناب شفیق همه را به شعبه تربیوی داده است. از سببی که سردار شعبه من هستم، عریضه‌اش را به نام من نوشته. این طور نمیشود، این به انصافی سخی. بچه ها این طور معامله نموده وضعیت رو باز هم دشوار نکنید. این را از من هم نبینید. اما همتون و یک خلاصه آمده پشیمان شدن و
این سرکشی را با کدام مقصد نمودنتان را با یک جمله افاده نموده امضا менамоед. گناهتان سبک می شود. آگاهی می دهند اگر تا آخر سال گناه نکنید اینش از نامتان تازه شده می رود. از همه راه آسانش همین. درست، لیکن چیکار کنیم؟ خیلی عادی. با یک جمله کوتاه پشیمان شدنتان را و این کار را به خاطر استاد علی کردنتان را میفهمونید. خودتان قرار دهید. چیکار میکنیم بچه‌ها؟ چی بنویسیم؟ من نمیدونم. وقتی که استاد علی میگویم چیزهای گفتنی خیلی زیادن. آیا چی نوشتنمان رو نمیدونیم؟ حقیقت رو مینویسیم. رفتاری که ما نمودیم خطا بودنش رو قبول میکنیم. پشیمان هستیم، اما ما این را به خاطر استاد علی نمودیم. نرگس ارن. بینید باز شرم نداشتم ما این را به خاطر استاد علی کردیم نوشتند. دلی بچه ها را ربوده است. این دعوت به ایسیان نیست مگر جناب مفتیش. معلومات های در فکس آمده خیلی جدی اند. برای این باید تا اثبات شدن گناه مبارزه بریم. شما کاملا حق جناب مدیر. یگان حالت نادرست سر نمیزند. جناب مفتیش بنابراین به شما این را ارسال نمودم. شما همین را میدانید که اگر شما حق باشید استاد علی را از وظیفه سبکدوش کردن لازم می شود. این را میفهمید؟ البته میدونم که در مکتب به این گونه آدمان باید جایی نباشد. نورسان را به راه نادرست میبرند این گونه شخصها. خیلی خوشبختیم که در ساحه تحصیلمان شما بر این مدیر داریم که سری وقت جلوی این گونه استادان را میکشد. از روز اولی به مکتب آمدنش این شخص به نظرم شبهناک نمود. همون زمان فهمیدم با یک کرته آمده بود که همش چرکین افلاس بر زمین کاستیوم نپوشیده بود. با او گفتم این چه کرته است؟ یک ناخوشی شد. گفت باز خود را سفید کرد. یک ناخوشی شده بوده است. آی دادر، آخر امروز اولین روزی هست که تو کار آغاز میکنی با همین کرته به مکتب میایی. با این چی افت و اندام است که تو آمده ای؟ گویا وی آتش خاموش کرده باشد. جناب مدیر برای پرسش من به اتاق علاهیده و 2 نفر آموزگاران همچون شاهد احتیاج دارم. با جان و دل جناب. من همش را آماده نمودم. شما قهوه‌تان را نوشید بعد میرویم. اپا من آبیار هستم. همونه که در مکتب آب میارم کو؟ میدونم به خاطرم اومدم. در برای استاد شنیدم. چیتر بودنش رو بینم گفتم. همینطور خوب است. تا حال به خود ناآمده است. به نسلش در اومدن رخصت نمیدهند. انشاءالله در یک مدت کوتاه شفا مییابد. یاری وی به من بسیار رسیده است. پدرم بیماری سکته دل بود. جراحی کردن لازم گفتند. وضعیت مادی هم خیلی بد بود. تشکر به استاد علی که به ما کمک نمود. معاش 1 ماهش رو به ما داد. استاد خودتون چیکار میکنید گفتم. به من 1 ناله نان کفایه. پدر تو هر چیز زودتر شفا یابد. به پا خیزد. از خداوند طلب میکنم که وی هم شفا یابد. سلامتیش نقص شود. میدونید چی؟ انسانی است که لازم باشد خداوند جان ما را گرفته به وی دهد. پرسش آماده نمودم برای استاد علی. غضبش برای ماست، لیکن سر استاد علی در بالا ماند. اگر مفتش مدیر رو باور کنه چی؟ استاد علی رو از کار پیش میکنن میگویند.
تو این درجه نبودگیست. уфе инҳо чӣ кор мекунанд? моро ҳам дар ин ҷо бастанд ба беморхона ҳам рафта наметавонем. رفیقان سبب جمع آمدنمون را میدونید. جناب شفیق یکی از استادان مکتبتان را گناهکار جدی می حسابد. دعوت به عصیان، سد تعلیم و تربیت شدن، به جای تعلیم به بچه ها آنها را به سفسطه های ارتجاعی مشغول کردن و ان همین خیل روی خط دوام می یابد. اینطور نگوید استاد. میگفتگیتون استاد علی. گناهکار هر کسی باشد باید جزایش را بیند. جناب کمال و شما معلمه از روی قانون همچون شاهد و همچون کاتب اشتراک میکنید. فهمو؟ پیش از آغاز نمودن باید خاطررسان کنم که اگر در پرسش ها جناب علی گناهکار برآید اول از کسبش پیش کرده میشود و بعد به سود داده میشود. شما چی ها میگوید جنابی مفتش؟ خدایا تو نمیرسیدی. استاد علی در بیمارخانه‌اند. چگونه خودشان رو حمایت میکنند؟ این محاکمه نه، تنها یک پرسش است معلمه. من اینجا برای جمع آوری دلیل ها آمدم. لازم شود حمایش را از او خطی میگیرم. من هم با این کار همراه میشوم. حمایه معلم علی را به عهده میگیرم. نمیشود. این کار به تو دخل ندارد. این طور باشد من هم با وزارت معارف عریضه شکایتی می نویسم. استاد در عریضه‌تان دلیل ها کفایند. گذارید معلمه گپ زنند. گذارید چنید. کنی جیغ زنید همون بچه را از وی آغاز نمایید. امره پسرم تو رو جیغ میزنند. رو درو. خیر نقل کن پسرم. چی رو نقل کنم اکا؟ درباره استاد علی کمکک نقل. چگونه شخص است؟ در درس ها به شما چی میفهماند؟ بیرون از مکتب وام میخورید یعنی؟ همان استادی میدونستگیتون. فرق بین استاد علی و دیگر آموزگاران در این است که با او بیرون از مکتب نیز وام میخورده. آنه دیدید؟ من نگفته بودم. برای چی بیرون از مکتب وام میخورده؟ وای استاد علی به ما کمک میکرد. چه کمک میکرد؟ کنی فهمون؟ آزاد باش. مثلا من با یک دختر عاشق شده بودم. از اینترنت یافته بودم. مدت طولانی ما با یکدیگر مکتوب نوشتیم. ملاقات تعیین کرد با من. در اصل این کار رفیقانم بود است. آنها با من شوخی کردند. این رو من بعد از کلتک خوردن از رفیقان دختر فهمیدم. آنقدر کلتک بسیار نخوردم. گرچه من آنها رو بسیارتر لطوکوب کردم. اما بینید مکتب از مکتبیش برآمده است. به تالاری باکس تبدیل یافته است. سخن رو به دور نبر پسرم. این با استاد علی چی علاقه داره؟ با پلیس خونه افتیدیم. در حیاتم با اویله هم نمیگفتم. یعنی در جوانی خیلی کارها بعضا می شود. خیر میدونم باید نشود و متاسفانه می شود. بعد استاد علی ما رو خلاص کرد. وای نمی بود که میدوند چند روز در آنجا میموندم. یعنی گفتنی هم که گپ‌هایی که با والدانم گفته نمیتوانم با وی میگویم. وی ما رو میفهمد. میفهمیده است. استادی نقض میشد تو را هیچ خلاص نمیکرد. باز با یک معرفت نقل میکند. چی کار کرد؟ آیا با پشت تب زده آفرین پسرم گفت؟ خیلی نگفته البته. سلامت باشه گفت و رفت. یعنی برای این عملت نصیحت نکرد؟ کرد. اما نکاره که استاد شفیق کرده میتواند و یا کردن میخواهد. این را بینیده؟ زبانت دراز شده است. کنی گپ زن استاد علی چیکار کرده است که من کردن نمیتوانم؟ با ما عشق حقیقی رو فهموند. چی بوده است عشق حقیقی؟ شما حالا در سینی عشق و عاشقیت مگر؟ و جایی با عشق و عاشقی مشغول شدن درس هایتان را خوانید. این طور نیست. استاد علی عشق یک مورچه یک زنبور رو چخیل با یک محبت به پایان به ایست برای ما کار کردنشون رو در حالی که ما عشق رو در انسان ها میجوییم چگونه تمامی کائنات با عشق احاطه شدنشون رو به گفتگو یک قسمی از آن عشق بودنمون رو نقل کرد. سفسطه اینها ادبیاتند. اینها کاری یک استاد نیستند جناب مفتش. آخر استاد علی معلم ادبیاتند. خاموش بچه بی عقل.
انا همین خیل عقل کودکان را ویران میکند. حالا اینها به درس چی علاقه دارند؟ کودکان را جمع نموده میفهمانند. همون هفته در درس ادبیات کدام موضوع رو میگذاشتید؟ حالا گویم استاد شفیق به غضب میآید. با غضب نمیآیند. از ادبیات دیوان موضوعهای عشق را پس از صحبتی که شام گذشته کردیم فکر میکنم یک بار دیگر به فضولی نظر کنیم. فضولی رند شیداست، به خلق دایم رسواست. به این عیبی کی است آخر و این سودا چه سوداست؟ کنی امری گپ زن. فضولی در این مصرعات چرا فهماندن میخواست است؟ عشقی گفتهش به کیست؟ آیا به یگان دختر؟ استاد فضولی هم دختر رو از اینترنت پیدا کرده است. در این مصرع‌ها عشق آن عشق نیست که انسان به انسان دیگر دارد. در اینجا فضولی درباره عشق انسان با آفریدگار گفته است. یعنی به فکرم همین طور. آفرین امره، تشکر. این افاده در حکایه های ساده عشقی نمی گنجید البته. معلوم می شود که استاد علی این ماجرای کرده تو را، خطا بودنش را به همه خوانندگان در شکل شعر فهمانده است. به فکرم در حیاتت از درس ادبیات موضوع عشق را فراموش نمی کنی. البته فراموش نمی کنم. خیر پسرم، برایید. خیر اینش چیست؟ این رو چگونه شرمیدی؟ این رو از جوانی استاد علیتان یافتم. در لفافه نامی توست. تو را به کجا جغ میزنده؟ ندانم. استاد باری اول میبینم این رو. اینش رو چی میگوید معلمه ملک؟ این نوشته های رمزناک به کدام موضوعی درس داخل دارد؟ آیا پیشتر استاد علی تو را به یگان جا جغ زده بود؟ نه استاد. هیچ یکی ما رو تنها به جای جغ نزده است. فقط با همه گروه رفته. این هم برای درس بود. فهمم پسرم. رفیقانت را گوش کنیم. اگر لازم شوی بعد جغ میزنم. مایلش استاد. گفتگی هم بر این جناب مفتیش. اول دل کودکان را یافته، بعد سرشان رو ویران میکند. استاد علی چگونه شخص است گفته پرسیدند. ای جورا ناز فهمون ما رو خواطر نکن. استاد علی به من مکتوب نوشته است. این را از جوانش یافتند. کنی اگر بعد از این زندگی مشکل باشد روح افتاده مشو. آن چیزی را که میجویی البته میابی. در پایانش یک نقشه کشیده است. این چی باشد؟ پوره چیزی بر این. من هم نفهمیدم. روح گرد رفته بینیم. انیر در اینجا سیره هست. شما رفته نمیتوانید چون که با نوبت شما را جغ میزنند. من رفتن میخوام بیاید رویم. من رفته میبینم. آماده به شما خبر میدیم. مایلش خیر رو ما رو خواطر نکن. زودتر رو. تو دیدند. حسن پسرم بیا تو رو جغ میزنم. من بعد از همه درویم. ای بیا بیا درو همه می درویا. دختر کنی. دختر یاری ده. حاضر. یک طرف است یک طرف. دیلش از کار ماند. نگاه کن. نشده استفاده است. الکتروشوک.
Akacığım. Baron akacığım. Aka. İltica میکنم مرا تنها نگذار. جای در نقشه نشون داده همینجا. انا قصر دختر، مکان ماهیگیر، اون هم در آنجا. اکنون در اینجا چیکار میکنم؟ اگر بعد از این زندگی مشکل باشد رو افتاده مشا. اون چیزی را که میجویی البته میابی. در مکتوب هم کلمه حیات آمده است. در قایق باید یگان چیز باشد. این چه خیلی کار است نفهمیدم. استاد علی با ما باز سورپریز کرده ایستاده است. کنی بینیم؟ استاد علی زود این گونه کار کرد. آیا پیشتر به تو هم مکتوب فرستاده بود؟ بله فرستاده بود. مرحمت، من به شما نگفته بودم. تنها به من نه، به همه صنف. باز به همه همصنفان. در مکتوبی تو چی گفته بود؟ آنجا یگان نقش رمزناک بود مگر؟ به همین مانند. در رفتی صحبت میبینیم که باز چی ها میبراید. به جایی که درس گذرد به کودکان مکتوب بازی میکرده است. من هم حالا به تعجب افتادم. کنی همان قصه را نقد کنید. نقد کنم جناب. حالا نامش رو نمیگیریم تا که جوابگری حقی وی نشویم. یک رفیقمان رو نادرست فهمیده بودیم. کمتر مشکل ها بود در اویلهشون. چی خیلی که اگر حادثه را با چشم خود نبینی حقیقت را نمیفهمی. همین گونه یک چیز. ما این رفیقمان رو نادرست فهمیده با او از حد زیاد رفتاری بد نمودیم. اما ما او رو نادرست فهمیدیم. استاد علی چیکار کرد؟ به همتان مکتوب ارسال نموده حقیقت را فهموند؟ نه، به همه ما یک تاگ ورق داد. اما هر خیلی گفت که در روی ورقها سوالها و جوابها هستند. اگر خونده توانید بهای 5 میدهم. ما دیدیم که در ورقها حتی یک سطر هم نیست. بعد استاد علی نشان داد در اصل بوده است، تنها با رنگ بنفش که در روشنایی دیده می شده است. چندین سال است که آموزگاری میکنم اما به این شکل درس را فهماندم. اینش هم یک مسخره بازی نوبتی. استاد اینطور نه، یعنی همه چیز میدیدگیمون بر این نیست. پیش از اونه که در یگان موضوع قرار میبراریم نه از اندیشه کردن را به ما فهمانیدنی بود استاد علی. معلوم که اصول درسگذاری شوق‌آور داشته است استاد علی. اصول درسگذاری معلوم که برای در بین خودشون خبرکش تیار نمودن این اصول را آموزانده است. عرض کردیم از بچه ها اسیانگر تیار میکند. برای این با اونها با آب لیمون یا رنگ نوعیان چیزی می نویسد و تقسیمشان می کند. اگر آنها به دست رفتند یگان دلیل پیدا نمی شود. گوش کنید رفیق مفتش،
ба шумо мегӯям ҳамаи инҳо омодагӣ ба ягон коре ҳаст. Шояд ин устод ягон сирри пинҳонӣ дорад. оё ҳамин коре аст ки ба бачаҳо омӯзонид? ҳасан, ба фикри ту мақсади устод Али ҳамин гуна аст? не муаллима, ин тавр нест. боварӣ дорӣ? албатта. чаро ин қадар боварӣ дорӣ? агар чунин фикр медошт, услуби устод Шафиқ хубтар мебуд. ҳеҷ гоҳ ба устод Шафиқ даъво намекард. چرا با استاد شفیق دعوا نمود؟ барои истифодаи смс. бинюват содаем. устод Шафиқ гӯштиван барои пӯстамонро мекунад, мо хомӯшем. дар як моҳ 10 лира. як бор фикр кун, ҳар як хонанда дар як моҳ 10 лиравӣ пардохт намояд. бовар кунед ин фикр ба сари ман ҳам омада буд. 10 лира пардохт намо ва аз тамоми овозаву мишмиши мактаб бохабар шав. хизмати барқ ва ҷураҳояш. бачаҳо ин варақҳои чӣ? хизматрасонии нави мудир. устод, имтиҳонҳо бо таври автоматӣ мешудааст. яъне чӣ хел? барои баҳои як дарсатро омӯхтан номи дарсатро нависта намедонам ба кадом рақам смс ирсол менамоӣ. баҳои аз имтиҳон гирифта дар шакли смс ба телефони дастият меояд. бо ҳамин усул волидайнамон ҳам баҳоҳоямонро аз телефонҳояшон мебинанд. ҳадияаш 10 лира будааст. аз ҳамин варақҳоятон якеашро ба ман диҳед. даро устод ин чӣ аст? чӣ аст устод Алӣ? усули смсро дар назар дорам. тараққиёт устод, технология, навгонӣ. хеле хуб, лекин чаро пулакӣ? чаро устодон баҳои имтиҳонотро намегӯянд? чаро хонандагон барои донистани баҳои имтиҳонот 10 лира месупоранд? агар мехоҳед ин усулро ройгон намоед, охир шумо аз вазъи моддии хонандагон бохабаред ку? шумо чиё мегӯед? аслан ман инро барои волидон тартиб додам, чунки онҳо бачаҳоро назорат намекунанд. фаҳмо, лекин усули нав, усули қаблиро набояд аз байн барад. ба хонандагон гуфтани баҳоҳояшон ин ҳам як уҳдадорист. чӣ гуна уҳдадорӣ будааст? устод, мо таълимдиҳандаем. баҳояшонро бояд ба рӯяшон гӯем. хурсандиашонро бо ҳам дида номуваффақатии онҳоро роҳбарӣ кунем. ин навовариро на танҳо барои даромади моддӣ истифода намоем. ман кардам, тамом, вассалом. ин коратон ғайриқонунист. ман баҳояшонро ҳам ба тахта овехта, ҳам ба бачаҳо эълон дошта ва ҳамзамон бо усули смсии шумо пешниҳод карда вазифаамро бекамбудӣ иҷро мекунам. боқӣ шумо медонед. این نوگانیتان از یک طرف خوب است معلم شفیق، اما از طرف دیگر در آن مجبور نمایی مشاهده می شود. به هر حال مبلغ‌های جمع شده را رسما قید کردگیستید، همینطور نه؟ متاسفانه با سبب بعضی رفیقانی قفا مانده این اصول را کار فرموده نتوانستیم. وقتی بهای امتحان ها معین شدند خیلی ها پولدهی را راحت شمردند، یعنی نشد. اگر آن را به والدان و استادان نقص فهمانده می توانستید اصولتان به کار می رفت. اما به عصب کس چنان می رسند که باشد استاد، شما تجربه کهنه دارید، با دو سخن خوش می توانستید مسئله را حل کنید. بله، در اصل من هم خوش سخنم و خوش سخنی زیاد هم ضرر دارد جناب مدیر. معامله خوب کفایه است فکر می کنم. این خودش چی گپ؟ امره آمد. چی شد؟ کجا بود است آنجا؟ در جای ماهیگیران یک قایق، در داخلش یک لیفافه دیگر گذاشته است. این دفعه به نام حسن. چرا مشکل شده ایستاد از این کار؟ نرگیز دخترم بیا درو، جناب مفتش تو رو بپرسد. گیر، این لیفافه به نام توست. با من؟ و جایی که رفتم این رو افتم. استاد علی در داخل یک قایق پنهان نموده است. زیبایی که شما میجویید در باغ لاله ها نیست. انسان در کجا جستن زیبایی را باید داند. رفتیم، بیا میرویم.
ба мактаб хеле наздик будам он макон мӯйгир. ин муаммои навиштааш ҳатман дар ҳамон наздикиҳо. Эмре. хайр майлаш. маълум ки чизеро ба мо устод Али фаҳмонда нест. اوچه این کاری نمیشده نیست با دام میافتیم حبس میشویم اگر به خود آمدن نومی تو رو گوید آنگاه میبینی حبس رو کارو در همین جا باید حل کنیم با یگان تیاره به خارج میرویم خودمون رو باید از این بلا خلاص کنیم اینقدر پول مفت رو به پینار گذاریم زود باش او هم به خود آمده است. متاسفانه نه یک لحظه از نزدش دور نمیشوم ثانیه این هم باشد چشمانش رو کشاید. خانم پینور در این حال بیانات استاد علی را گرفته نمیتوانیم. از دیروز باز گفتگو داریم. در جای حادثه کسی رقم همون ماشین را در یاد ندارد. باوری دارید که شما یک چیز را ندیدید؟ کاش دیده میتوانستم. برای نجات دادن ما رو به کنار راه دل داد. خودش باشد. یعنی برای ما شده خود را دعا میکنیم که استاد علی هر چیز زودتر شفا یابد. وگرنه پیدا کردین آنهایی را که این کارو کردن خیلی دشوار میشود. بلا سنت نرگس خودت را آزاد حس کن و هر اون چیزی که درباره معلم علی میدونی نخوابی کن نترس برای من شخص مهم و در قلبم برای اون کس جای مخصوص بودنش را میدونید با سخنهای خود نمیخوام به اون کس ضرر رسونم در قلبم جای مهم دارد گفتن چی معنا دارد؟ معلم علی مثل پدرم هستند من را نجات داده بودند تنها من را نه دادر و خواهرم را نیست دخترم کمی روشن‌تر فهمان چگونه تو را نجات داد به معنای مجازی شما فرزند دارید؟ دارم یک تا خدا عمرش را دراز کند میدونید من هم دارم 2 تا دادر و خواهرم تربیه آنها به ذمه من است کوشش میکنم که برای آنها هم مادری و هم پدری نمایم اگر استاد علی نمی بودند خواهر و دادرم را از دست میدادم آنها بود و نبودی منند نجاتمان داد گفتید استاد علی به شما یاری مادی میدهد یا اینکه به معنای مجازی گفتید؟ نه در حقیقت نجات دادند از سبب خاموش نکردن درسمال در خانه سوختار به عمل آمد خواهرکم در خانه بود استاد علی به علنگه آتش نگاه نکرده به خانه وارد شدند خواهرکم را نجات دادند آن وقت مرا نمیشناختند برای اون که به درس دیر نمانند با همان لباسهای چرکین راه مکتب را پیش گرفتند روزی اولی درسشان بود چرا با چنین لباس ها استاد علی به درس می آمدن معلوم گشت محترم شفیق فهمیدید؟ عیناً به مانند گفته شما از فلاکت جان رهانیده است از همین سبب در قلبت جای مخصوص برای استاد علی گذاشته‌اند چگونه باشد؟ نرگس یگان بار با استاد علی در تنهایی با خورده اید یعنی بی خبر از همسینفون دوستان دخترم اگر جواب دهم گفته هایم تنها در همین جا میماند همین تفنی؟ البته بوری و خوردم اون وقت زندگی مشکل بود در سیم تنها نشسته گریه میکردم استاد علی مرا دیده چرا گریستنم را پرسیدند فهماندم همان روز فکر در خانه بچه ها ماندن خواهر و دادرم را داشتم بعد چی شد؟ در ورقی به من سراغی نوشته دادند روز دیگر در سراغی نوشته شده با اون کس خوردم و یک مقدار پول هم دادند در اصل پولی زیاد بود انا بین تو استاد علی ما را بعد چی شد؟ بگو دخترم یگان جای عیبش نیست روز دیگر وا خوردید؟ وا خوردیم
بیا نرگس تو هم با ما بازی کن. آهسته آهسته آهسته. شما روید من هم دیرتر آمدم با شما بازی میکنم. در حیرت موندم استاد. اینقدر کودک همه شما رو میشناسند. بسیار دوست رویکند. مرا بوسیدن میخواهند. کجا بودن این جای رو میدونید؟ نه یتیم خانه نرگس. همه این کودکان را یا والدانشون به اینجا آوردن یا اینکه از کوچه از مسجد یافته آوردن و دوستداری و تربیت آنقدر احتیاج دارند که نرگس اگر دادر و خواهرت را به یگان یتیم خانه بدهی آنها نیز به مانند کودکان اینجا بوده در حسرت دوستداری به پایان میرسند. اما هر یک کودک به محبت احتیاج دارد. من اینجا را خوب میدانم. باور کن چون که من نیز در همین جا به پایان رسیدم. فهمیدم استاد. خیلی خوب فهمیدم. آن پولهای دیروز دادم در دستت هست؟ بله در دستم. به من نه، به مغازه‌ای که در آن طرف هست به من میدهی. لطفاً 50 دانه شکلات بگیر. آنها همون وقت خرسند میشوند که اگر از دست کسی شکلات گیرند لذتش 2 برابر شیرین میشه. ای اکنون چی کار میکنیم؟ و اما همین باغ را نشان میدهد. در همین جاییم. در مکتوبی من کلمه حیات بود. مکتوبی تو رو هم از داخل یک قایقی که نامش حیات است یافتم. کلمه هایی که در مکتوب هستند و همانها مانند یگان چیزی یافتنمان لازم. این رو بین. اینا مانند همین است. در اینجا باید یگان چیز باشد. رفتیم. نه جورا با این علاقه ندارد. خیر چی؟ جایی که مکتوب نشان میدهد همین جاست. نمیدونم. جورا گوش کن. این با صدمه استاد علاقه دار نباشد. با فکرم این نوشتجات با ما چیزی رو فهموندنی است. انیقو با ما چیزی رو فهموندنی است و لولاها گلها یعنی در شعر لولاها میگوید. رفتیم. اینش را باشد به نرگس نوشته است. چرا استاده ایم جورا؟ زودتر نرگس رو گفتن لازم. زودتر باش. خانم پینور از دیروز باز در این جایید خواب نرفته اید؟ هیچ چیز نمیخواهم. این طور نکنید که فشار خونتون پس میشود. هیچ نباشد همین چای را نوشید. مرحمت. وقتی که وای در این حال است من چطور میتوانم نوشیدن؟ من با استاد علی قدر نزدیک بودنتون رو نمیدونستم. نزدیک؟ وای برادرم است. برادرتون؟ بله. به هیچ کس نمیگفتم. پنهان میداشتیم. اما اکنون یگان معنی ندارد. چرا پنهان میداشتید؟ برای اون که به این حال نرفته. به همهش من گناه کن. الو اوزا تشکر. نه یگون خدمت نیست.
ما نیز انتظاریم. اگر یگون خبر شود یعنی معلم ملک به شما خبر میرسوند. تشکر. این کار را در همین جا باید به انجام رسانیم. به هوش آمدنش رو انتظار نشده. پلیس ها چی؟ در بالای سرش نمیستند. البته میروند. این کاری کرده استاد علی رو بینید. роҳҳои ноҳамвор гулҳои хордор мебинӣ дар ҳаёт. озурда нашав ҳаргиз, роҳи дурустро хоҳӣ ёфт. رفتیم میرویم. جرین بیا دخترم. دنیا بیهوده چرخ نمیزند. ستاره اونقدر دور نیستند. اونقدر نزدیکند که دستت رو دراز کنی میرسند. اونجایی رو هم میدونم. رفتیم برید. زیبایی رو در آینه ها مجوی، چون که زیبایی آنجا نیست، زیرا با خاموش کردن برق همه جا روشن می شود.
چی پرسیدن؟ چی گفتن؟ آن چیزی که از همه پرسیدن تکرار همون رو پرسیدند. گیر این برای تو. عشق با سخن و با گپ فهمون نمی شود. عشق در دل توست، در روح تو پنهان است عشق. رفتیم میرویم در معما اینجا رو نشون دادن. چی علاقه دارد نفهمیدم. عشق با سخن و با گپ فهمون نمی شود. عشق در دل توست، در روح تو پنهان است. معلوم می شود که جایی هست که عشق و عاشقی همین گونه جای رو باید یابیم. عاشقان چیکار میکنند؟ با اینجا میآیند. دست به دست در کرسی ها می نشینند. اینطور باشد تا کرسی ها رو بینیم. همه جا رو باید بینیم. رفتیم. یوریده انا یافتم. کنی یافتی؟ برای کی؟ تنها همینش کی؟ نمیرسید. برای برق. اکا او 2 روز شد با مکتب نمیآید. چیکار میکنیم؟ ادامه دادنمون در کار. ما باید فهمیم که استاد علی با ما چی گفتن میخواهد. تو رفته برق رو یاب. با تو رویم؟ من نمیروم. آیا تو رفیقش نیستی؟ رفته یاب. خوب مایلش شما با مکتب روید. در مکتب وام میخوریم. رفته. خیر مایلش. پسرم ما چقدر در اینجا می نشینیم. کارهایمون هست. بیا من روم. من خیلی خوشحالم. باز ما یک جاییم. مگر شما شاد نیستین؟ شدیم، البته شدیم، اما لیکن همی خیلی میشینیم. ما باید از خانه بیرون برایم. درس دارم من، نمیفهمی؟ یگان کس نمی براید. بعد از این هممون یک جا میشویم. باز یک عائله میشویم. مادر، دادر، برادر و خواهر. فهمو؟ پسرم تو چی ها میگویی؟ یاسومن بر نمیگردد. خاموش. وای نهایت ما میرویم. در اکشو من امره. مرا فروخته. آنها کیستند؟ با مکتب نرفتن خواطر شده است. اگر در آنها کشایم با شبه افتیده با پلیس خبر میدهد. پلیس با کمش 1-2 ساعت بر آمدنم را رخصت ده نباشد میفهمد. اما مادرم اینجا میماند. اگر بر نگردی تو را انتظار نشده ما یک جای بنز یاسومن میرویم. جورای رو کشو تستر. این چیست؟ کشو باید بفهمیم. زود از باور کردن باز نهی، زیرا در هر جایی که باشی نگاه کنی میبینی، چون که یگانه حقیقت همون است. حالا یه چیزی میخواهم. وقتی بازی کردن هم ندارم. زودتر از اینجا بازی نکرده ایستاده. استاد علی با صدمه دچار شد. در بیمارخانه خواب. چی؟ معماهایی که به ما داده است برای یافتنش کوشش کرده ایستاده. در بیمارخانه گفتی؟ سلامتیش خیلی است. جراحی کردند. انتظار هستیم. کار بالای کار شد. کنی تبینم این راهروها، اتاقها. این مکتب است. اینجا مکتب همون است. من راهروها، اینهایش سیمخانه ها. راست میگویی. بیا میرویم. دیگران در مکتبند. ایستو جورا با کجا؟ ایستو اقلا لباسایم را عوض کنم. راه گرجوره وقت نداریم. بیا رویم. و فکرم من از همه آخران بودم. دیگر کسی نموند. تو را چی پرسیدند؟ همان چیزها را. استاد علی چگونه شخص است؟ چه خیلی معامله دارد؟ بچی میشده باشد. نمیدونم. گپ زده شدند.
یعنی حالا تموم؟ همش همین؟ راستش رو گویم رفیق مدیر، در دایره عیبداری که شما پیشکش نمودید یگان گناهی نیافتم. برعکس اینقدر استادی خوب و با تجربه بودن استاد علی را فهمیدم. باور کنید شما بر این یک مدیر این گونه کار کردنتان را تا حال نفهمیدم. جناب مفتیش، خوانندگان را به اسیان دعوت نمود، گپم را گوش نکردند. تنها وی اینها را به کودکان آموزاند. پیشتر در مکتبمون این گونه حادثه ها دیده نمیشد. رفیق مدیر، اندیشه هایتان را فهمیدم، اما در ارتباط بودن هم لازم. جناب مفتش راست میگویند. شاید فشاری از حد زیادی شما بچه ها رو به این حال آورده باشند. مگر همینطور نی؟ ملک تو به این کار دخالت نکن. وی مکتوب درباره مکتوبی که به امری نوشته یگان چاره ندیدیم. راستش را گویم چیزی که مرا در حیرت گذاشت تنها همین است. فکر این را هم میکنیم و پگاه یگان قرار میبریم. لازم شود با خوانندگان باز وام میخوریم. پگاه نقشه درسی استاد علی را دیدن میخواهم. ببینید، باور دارم اگر نقشه درسیش را بینید چگونه آدم بودنش را بعد میفهمید. آمدند. چی شد؟ چی افتید؟ معمایی که در نقشه مکتب است اون رو یافته. بچه ها، وای چی مکتوب است؟ گپ زنید بچه ها. باوری ندارم که استاد علی یگان کاری خطایی کرده باشند. معمایی که برای امری نوشته شده است به همون جای رفتیم. از همون جای مکتوب دیگر یافتیم. از هر یک مکتوب یک نقشه و یک معما برآمد. به هر یک همصنفمان یکتاگی مکتوب نوشته است. در آخر به برق معمایی که از مکتوبی برق برآمد این نقشه مکتب است. این نقشه است. بینید؟ وی نقشه مکتب را هم کشیده است. کی میداند وی چی مقصد دارد؟ چطوری که شما فکر میکنید اون طور نیست. در معما صنفخانه ها کشیده شده است. این طور باشد رفته بینیم بچه ها. حتما در اینجا باید یگان چیز باشد. در هر مکتوب همین طور است. نقصر فکر کردن لازم. مکتوب هایی که یافتیم با موضوع های شعری در هر جای بودند. چگونه شعر بود است؟ کنی در تخته نویسید. اولین مکتوب از امری بود. اول او نویسد، بعد ما با نوبت دوام میدهیم. خیر کنی نویس. اگر بعد از این زندگی مشکل باشد راه افتاده مشو. اون چیزی را که میجویی البته مییابی. زیبایی که میجویی در باغ لاله ها نیست. انسان باید به کجا نظر نمودن و زیبایی را از کجا جستنش را داند. در حیات راه های ناهموار، گل های خاردار میبینی. هرگز آزرده مشو، چون که با گذشت وقت با نیت نیکت راه درست را خواهی یافت. دنیا بیهوده چرخ نمیزند. ستاره ها آنقدر دور نیستند، آنقدر نزدیکند که دستت را دراز کنی میرسد. زیبایی را در آینه ها مجوی، چون که زیبایی حقیقی در آن نیست. زیرا با خاموش کردن برق همه جا تاریک می شود. عشق با سخن و با گپ فهما نمی شود. عشق در دل توست، در روی تو پنهان است. از باور و باور کردن باز نیست. نغزو، لیکن این چی معنی دارد؟ جناب مفتیش، من گفتم که به معنیگری اند اینها. نه، در اینجا حتما باید یگان چیز باشد. استاد علی گپ میشود گفته این خیلی کارها را نمیکند. بچه ها کنی همون پارچه ها رو به من دهید بینم. اینها رو جا بجا کنید. البته این یک معماست. اینش رو به اینجا گذاریم. با فکرم جای اینش اینجاست. معلمه جای اینش همینجاست. بله. وقتی
وقتی که دلت رو گوش میکنی آن رو مییابی. یعنی دل همین باشد؟ استاد اینقدر دویدنمون مگر برای یک دل و یک شعر؟ اگر شعری و شعر باشد چی میگوید در اینجا؟ لبای درسشون از بالا با پایان خواندن حرفای اولی شعر بوده است. اگر به صدمه نمی افتاد با بچه ها این رو می فهمونید. از بالا با پایان خونده بینید. تنها نیستید میگوید. نوشته های بالای رسم معینن همین است. به قلبت گوش ده. در وقتی به قلبت گوش دادن همون رو میابی. تنها نیستید. سفسطه میگفته که تون همین بود جنابی مدیر. این است مگر دعوت به اسیون؟ این است مگر عقل بچه ها رو را بودن؟ آنها رو به قفا بردن؟ به فکرم پگاه به اینجا آمدن من لازم نیست. بچه ها، شما در این مملکت یکی از خوشبختترین خوانندگانید که این گونه استاد دارید و در عین زمان یکی از بدبختترین خوانندگانید که چنین مدیر دارید. اما جناب مفتش این دستگیری کردن استادتان را همین گونه دوام دهید. از وی بسیار چیزها را می‌آموزید. یعنی استاد علی در مکتب میمونند؟ بله. کاش که از دستمان آید و در هر مکتب یکتایی استاد علی گذاریم. پگاه من بیانات خود را آیدی به نتیجه انجام دادن پرسش می نویسم و در روزهای نزدیک با استاد علی شناس شدن می خواهم. او زن آمده بود. آمدن خواست و اما من گفتمش که ناید. با زوجهش به وطن رفتن. ما نیز غیر از انتظاری دیگر هیچ کار کردن نمیتوانیم. عیناً همین خیل دوام دید. اما که ملیح میبراید. چه شد؟ سلامتیش بهتر شد؟ ممکن باشه در تنهایی صحبت کنیم؟ آنها همشان کودکانی استاد علی حساب می شوند. چیزی که گفتنی باشه در نزد همین ها گویید. خوب، راستش را گویم من یگان امید ندارم. حتی تا حال از دست دادن وی را فکر می کردم. اما چیزی هست که او را در حیات نگاه می دارد. از جهت طبی نظر نماییم ما او را تا حال باید از دست می دادیم. عذر می خواهم. من هم به مثل شما غمگینم، اما از دستم چیزی نمی آید. دعا می کنم که هر چیزی که او را در حیات نگاه داشته ایستاده است بازم نگهدارش را دوام دهد، چون که این شب هم او در همین جا می ماند. برای همین هم اجازت می دهم که به نزدش درآیید. اگر خواهید با وی بمانید از شما عذر می خواهم. عذر. سلامت باشید. یک چیزی هست که او در حیات نگاه می دارد. اون چی باشه؟ چیزی او در حیات نگاه می دارد. چیزی.
علی استاد جمال حالا وقتش نیست پسرم. شاگردانت خواهر و دادرکت تو را انتظارند. دادر و خواهرکایم وی کودک انس نبود. میدانم، اما انس حقیقی تو را انتظار است. وی را میابی. هیچگاه امیدت را نکن. Aka John. Aka. Bedor shud. Bedor. Maro tarsondi. Maro tarsondi Aka John. همهاش ناز می شود. انس را میابیم. میدانم. پنهار خانم یک لحظه بیرون بروید. خواهش میکنم. میبخشید دکتر باید نماییم. استاد علی خیریت به هوش آمدید. خوش آمدید به این دنیا. بچه ها استاد علی این کارهای کرده شما رو شنود. باوری دارم از همه شما از زمین تا آسمان میندار می شود. در حیاتتون بسیار کاری نیکرده اید و همه اتون خیلی خوب برآمد نمودید. البته معلم امو رو چی خیلی کردید. این تعریف من نسبت شما معنای رو ندارد که هرگاهی سرتون درد کرد دست جمعانه به کاری دست زنید. استاد علی از امتحان گذاشت. در اصل من شما رو فکر میکنم. نفهمیدم. باز یک پرسش دیگر برای شما نشود. خواطر نشوید، هیچ چیز نمی شود. در وقتی بعد از درآمدن تلفنش رو خاموش نکرده است. این یک درسی رسمی نیست. در اصل شما درس ندارید. ما تنها صحبت کرده ایستاده‌ایم. پنهار. معلمه بچه ها یک دقیقه بچه ها آروم. بله راست. خدا شفا دهد. برای خبر دادن تشکر پنهار. از بیمارخانه نمیزنم. چی گپ شد؟ بچه ها استاد علی به خود آمدن. به خود. بیایید معلم خودی حاضر به بیمارخانه روید. بچه ها اما نه اون طرزی که شما میخواهید. درا. سلام پدر. معلوم می شود مرا پدر گفته می توانی. مگر شما پدری من نیستید؟ برای کارهای کرده خودتون هیچگاه مرا و یا کسی دیگر را گناهکار نحسابید. چیزی که گفتنی باشی تستر گوی کار دارم. استاد علی به خود آمدند. بچه ها برای به نزدشان رفتن مرا به نزد شما فرستادند که از شما رخصت گیرم. نه هم گویم برای آنها فرقی ندارد. عریضه دادن را، از جزاها رها یافتن را با آنها خوب آموزاندید. همین طور نه؟ بلکه تنها بله گفتن شما حرمتی که آنها به شما دارند باز هم زیادتر می شود. این دفعه گفتگی شما شود. دفعه دیگر می بینیم چگونه باز نزدم می آیید. جانکم حالا از بیمارخانه میبرایم. چند روز شد که شما را ندیدم. خفه نشوید. چون که یک بیمار بسیار وزنی داشت. در وضعیت بیهوشی بود. امروز خیلی خوب شد. در یگان جا نشسته چیزی نوشه میشود. خیر در همان جا میخوریم. باز برای شما یک سورپریز دارم. تلفن رو خاموش میکنم تا بخوری. آهسته بچه ها اینجا بیمارخانه. استاد علی چه حال دارند؟ راستش رو که من هم باور نمی کنم اما سلامتی استادتون خیلی خوب است. حالا کمی مونده است. بعد از یک چند روز البته به پای میخیزد.
ممکن به نزدش درویم؟ مرحمت اما نزدش بسیار نیست. تشکر. هیچ گپ نه. رفتیم. چی؟ شما با کجا می روید؟ با واخوری؟ با کی؟ با یک رفیق. بسیار زیبا پوشیدید. عطر هم زدید. تو استاد از راه دیدن نمیخوایی؟ کنی زود نزد رفیقانت، کنی زودتر، زود. چقدر دوستانش زیاد بوده است. حتی یک دقیقه هم تنها نگذاشتند. یکی میآید دیگری میرود. این طور نمیشود اوچه. اگر یکون فکری نقص داشته باشی بگوی. تو هر چیزی که خواهی کردن گیر. من برای سفر کردن آماده میشم. امروز با طیاره اول به خارج میروم. برای آمدنتان بسیار شادم بچه ها. حالا فهمیدم که هر یک لقمه نانی که انسان خرج میکند بیفایده نبوده است. خوشبختی آموزگار در خوشبختی شاگردان است. به همه‌تان تشکر عزیزانم. اینها شاگردانی کیم؟ استاد در وقتی ماشین زدن جانتون درد کرد؟ از کجا میدونن؟ آدم در این حالت هیچ چیز رو نمیفهمد. کسی که شما فکر میکند که هر روز تو رو موشی میزند. استاد یکم خوب دیدید؟ در کتاب ها می نویسند که انسان هنگام خواب کردن همه چیز را میشنیده است اما چشم گشودن نمیتوانسته است. در اصل بله، یک خواب دیدم یا اینکه خواب بر این چیزی. همین طور کنی نقل کنید استاد. بچه ها استاد رو بسیار خسته کردید. آیا بعد نصف روزی درس ندارید؟ معلم نرویم کمک دیگر در نزد استادمون مانیم. مصلحتمون این خیلی نبود. جناب مدیر ما رو تا نصف روزی جواب دادند. در حقیقت کمی خسته ام بچه ها. من نیست، با استاد علی همینجا موندنیم. تو با کجا میروی دخترم؟ یک کاری حل طلبی داریم امکی جمال. از اجرای این کار هم نبرآمدی. با این حال گرفتار شدیم. اگر گرسنه تو نمی بود به این حال نمی افتادیم. تو پول گفتی، شرکت گفتی، میراث پینار گفته خودت رو خوردی. بگه پی تو گوش کرده خطا کردم من. حالا همین خلگوی در وقتی پولها را خوردن و چه برای من ماشین گیر گفتن همش زیبا. عاقبتش رو اندیشه نکردی. اوچه جان، اکا جان، اکا هم به هوش آمدند، بیدار شدند. شدم دخترم. برای پلیس ها به پلیس خانه رفته بودم. در باره صدمه بیانات میگیرند. یک بار شما رو هم گیرم گفتم. پلیس ها در نزد در ما رو انتظارند. رفتیم. ما خودمون حالا رفتنی بودیم. اوه مگر این خیلی می شود؟ شما اویله هم هستید. در چنین حالت ها مرا تنها نگذارید. آخر چی گفتنی اکم رو نمیدونید که میتواند همه چیز رو گوید. اویله که اتفاقا در این مورد ها یک دیگر رو تنها نمیگذارند. همین طور نه؟ تشکر استاد جمال. شفا یابی پسرم. استاد بچه ها پرسیدند که شما یگان خواب دیدید. در حقیقت دیدم، لیکن خواب بود یا یگان چیزی دیگر نمیدانم. ممکن که وی را یافتنت نزدیک شده است. حالا وقتش نرسیده است برگرد گفتید. یا من چنین خیال کردم به طرف یک روشنایی می رفتم. آنقدر دلکش و گوارا بود که از رفتن خودم را داشته نمی توانستم. در این اثنا شما به من ایست حالا وقتی رفتن نیست، دادر و خواهرت به تو احتیاج دارند گفتید. روشنایی در خواب فالی نیک است پسرم. وقتی چنین گفتید از رفتن باز ماندم و شما به من دست دراز کردید و گفتید که انس را میابیم. شاید که تقدیر به تو همین گونه سرنوشت نصیب کرده است. هیچ کس نمیداند. در حقیقت انس را میافته باشیم. صبر پسرم، صبر کرامات همه خوشی هاست.
من نزدیک شدم. تو در کدام طرفایی؟ کارت بسیار دوام میکند. ҷонакам камака корам мондааст. ҳуҷҷатҳои писарамро ба мактаби наваш бурда медиҳам ва бо директораш гап заданам дар кор. баъд аз вай тез меоям. хайр, то дидор. ман туро ёд кардаам ҷонакам, то дидор. хайрат ки шаҳодатномаи ба қайдгириро фаромӯш накардам. устод али, нороҳат нашавед. мо зуд меравем. беҳуш будед. аз ҳамин сабаб пешатон омода натавонистем. ҳоло оиди садама як-ду савол дорем. боҷаҷон, ба дарун дароед. ҳарчи ҳам набошад, онҳо оилаамон ҳисоб мешаванд. устод али, мошине ки шуморо зад, дар борааш ягон чиз дар ёд доред? ва ё ронандае ки дар дохилаш буд, рақами давлатиашро? бале. дар ёд дорам.